تقریبا 90% ساختمان‌های مسکن مهر شهرستان سرپل بستان کرمانشاه در زلزله دیشب متاسفانه مسئولینی که مشاهده میکنین چیزی شاید حدود 100 نفر سرباز نیروی ارتش باشن، اما کاملا دست خالی، حتی نه ماسک دارن نه دستکش، برای همین کاملا بیفایدن. یه دونه بیل مکانیکی شخصی هست و صدها تنک که مشخص نیست، مجهول الحالن و زیر آوارن. مردم یک تنه میگن مسئولین کجان؟ از دیشب به این ور هیچ مسئولی نیومده، صدها دزد اومدن جلوشون خود مردم گرفتن. الان همینطوری که میبینی مردم دنبال وسایلشونن، دنبال عزیزاشونن زیر آوار.